تو این پروژه میخوایم با هم دیگه یک اپلیکیشن زیبا طراحی کنیم که میتونه اطلاعات آب و هوایی شهرهای مختلف دنیا رو به صورت گرافیکی بهمون نشون بده. اگر برنامه‌نویسی پایتون رو قبلا یاد گرفتید و تا به حال تجربه پروژه زدن نداشتید، اصلا نگران نباشید. من تو این آموزش کنارتونم تا با هم قدم به قدم این پروژه رو پیاده سازی کنیم و تمام نکاتش رو یاد بگیرید. اگر هم تازه میخواین یادگیری پایتون رو شروع کنید، من براتون داخل کانال یوتیوب یک دوره رایگان دارم که میتونید مفاهیم پایتون رو بدون هیچ پیش نیازی از مقدماتی تا پیشرفته یاد بگیرید. میتونید همین الان از طریق لینک زیر این ویدیو این دوره رایگان رو تماشا کنید. خب اگر آماده اید بریم این پروژه رو شروع کنیم. خب برای پیاده سازی این پروژه به چند تا کتابخونه نیاز داریم که لازم اول نصبشون کنیم. CMD رو باز کنید. اولین کتابخانه‌ای که نیاز داریم Requests هست که داخل پروژه کاربردش رو خودتون میبینید. پس برای نصبش مینویسم pip install requests و اینتر رو میزنم. بسیار عالی، نصب شد. حالا باید pytz رو نصب کنیم. پس pip install pytz. کتابخانه بعدی geopy هست. می نویسم pip install geopy و در نهایت کتابخانه آخری که نیاز داریم نصب کنیم time zone finder هست. پس می نویسم pip install time zone finder. خب کتابخانه ها رو با موفقیت نصب کردیم. حالا بریم داخل برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر در VS Code برنامه نویسی می کنید، از نوار بالا روی گزینه فایل بزنید و بعد گزینه اوپن فولدر رو انتخاب کنید. حالا هر جا روی سیستمتون که دوست دارید، یک پوشه برای پروژهتون بسازید و اون رو با سلکت فولدر انتخاب کنید. حالا از پنجره اکسپلورر یک فایل پایتون ایجاد کنید، مثلا به نام main.py. روش بزنید تا داخلش کدهای برنامه رو بنویسیم. اولین کتابخانه‌ای که باید وارد برنامه کنیم TK اینتر هست که میایم اون رو به این صورت با نام اختصاری TK وارد میکنیم. TK اینتر یک کتابخانه گرافیکی هست که همراه با نصب پایتون روی سیستمتون نصب میشه. داخل کتابخانه TK اینتر یک ماژول تعریف شده به نام Message Box که جلوتر که بریم بهش احتیاج داریم. پس می نویسم from TK Inter import message box. داخل کتابخانه geopy که نصبش کردیم یک کلاس وجود داره به نام nominateim که به این صورت واردش می کنیم. داخل کتابخانه time zone finder هم کلاسی هست به نام time zone finder که اون رو هم به این صورت باید وارد کنیم. اینجا به بزرگی و کوچیکی حروف خیلی دقت کنید. حرف T و F باید بزرگ نوشته بشن. داخل پایتون یک ماژول داریم به نام datetime که باید از اون کلاسی به نام datetime رو به این صورت وارد کنیم. در نهایت ماژول requests و کتابخانه pytz رو وارد میکنیم. خیلی هم عالی. الان تمام کتابخونه های لازم رو داریم. حالا بریم ازشون داخل پروژه‌مون استفاده کنیم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که باید برای اپلیکیشنمون یک پنجره گرافیکی بسازیم. برای این کار از پکیج TK Inter که با نام TK واردش کرده بودیم یک شی از کلاس TK به این صورت میسازیم و اون رو در متغیر روت ذخیره میکنیم. دقت کنید کلاس TK با T بزرگ و K کوچیک نوشته میشه. حالا با کمک متد تایتل یک عنوان برای پنجره گرافیکی تعریف میکنیم. توی این پنجره قراره یک اپلیکیشن آب و هوا طراحی کنیم. پس اسمش رو میذاریم Weather App. خب حالا با کمک متد جیومتری ابعاد پنجره‌مون رو مشخص میکنیم. برای این کار باید یک استرینگ باز کنیم و بگیم ابعاد این پنجره باشه 900 در 500 و موقعی که برنامه رو ران میکنیم در موقعیت 300 و 200 نسبت به صفحه نمایش قرار بگیره. بعد با دستور مین لوپ پنجره‌ای که ساختیم رو باز نگه می‌داریم. خب بریم اجرا کنیم ببینیم چی ساختیم.
خب پنجره‌ای که ساختیم به این صورت نمایش داده میشه. همونطور که میبینید میتونیم ابعاد این پنجره رو تغییر بدیم. از اونجایی که این باعث میشه موقعیت دکمه ها و بقیه المان های گرافیکی خراب بشه، پنجره رو میبندم و اینجا با کمک متد ریسایزبل تغییر ابعاد پنجره در راستای افقی و عمودی رو برابر فالس قرار میدم. حالا اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینیم ابعاد پنجره رو نمیتونیم تغییر بدیم. خب تا اینجا پنجره گرافیکی اصلی اپلیکیشنمون رو ساختیم. حالا باید بقیه المان‌های گرافیکی رو اینجا بین دستور ریسایزبل و مین لوپ برنامه نویسی کنیم. اولین المان گرافیکی که میخوام به اپلیکیشنمون اضافه کنم این نوار جستجویی هست که این بالا مشاهده میکنید. این نوار جستجوی تیر رنگ با گوشه های گرد در واقع یک عکس PNG هست که به شکل یک لیبل گرافیکی در نیمه بالایی این پنجره گرافیکی ما قرار گرفته. علاوه بر این نوار جستجو، این آیکون سرچ، این نوار آبی رنگ این پایین و این لوگوی بنفش و آبی که این وسط میبینید همه عکس‌های PNG هستن که روی پنجره اصلیمون قرار گرفتن. خب برای اینکه این عکس‌ها رو به پروژمون اضافه کنیم باید فایل این عکس‌ها رو دقیقاً کنار فایل پایتون این پروژه قرار بدیم تا وقتی برنامه رو اجرا می‌کنیم بتونیم عکس‌ها رو راحت بخونیم. پس میام داخل پوشه پروژه و فایل فشرده عکس‌ها رو اینجا قرار میدم. حالا روش کلیک راست میکنم و گزینه Extract Here رو میزنم تا تمام عکس‌های مورد نیاز این پروژه کنار فایل پایتون برنامه‌مون قرار بگیره. فایل فشرده این عکس‌ها داخل کانال تلگراممون به این نشانی که روی صفحه میبینید قرار گرفته که البته برای راحتی بیشتر لینک کانال تلگرام رو زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. میتونید همین الان وارد کانال بشید و پستی که این کاور رو داره پیدا کنید. پایین همین پست فایل فشرده عکس ها هست که میتونید همین الان اونها رو دانلود کنید و مثل اینجا به پوشه پروژه‌تون اضافه کنید. خب برگردیم به VS Code. حالا که عکس‌ها رو به پوشه پروژمون اضافه کردیم، این کنار در پنجره اکسپلورر میتونیم فایل اون عکس‌ها رو کنار فایل پایتونمون ببینیم. خب حالا برای طراحی این نوار جستجو باید اول عکس اون رو بخونیم. برای این کار با دستور فوتو ایمیج از کتابخانه تیک اینتر از بین فایل‌های عکسی که اینجا به پوشه پروژمون اضافه کردیم اون عکسی که اسمش سرچ هست رو با فرمت PNG که داره به این صورت میخونیم. بعد این عکس رو درون یک متغیر مثلا به نام سرچ ایمیج ذخیره میکنیم. خب حالا باید این عکس رو به صورت یک لیبل در بیاریم تا بتونیم اون رو به پنجره گرافیکیمون اضافه کنیم. پس یک متغیر تعریف میکنم به نام search image label و داخلش با دستور label یک لیبل درست میکنم برای پنجره اصلیمون که روت بود و عکس این لیبل رو برابر با همین عکس سرچ ایمیج قرار میدم که خط بالا تعریف کردیم. خب حالا با متد پک و با کمک پارامتر ساید این لیبلی که ساختیم رو به صورت وسط چین شده در قسمت فوقانی پنجره قرار میدیم و برای اینکه این عکس کمی از بالا با لبه پنجره اصلی و کمی از پایین با عکس لوگو فاصله داشته باشه پارامتر پد وای رو برابر با 20 قرار میدیم. خب بریم اجرا کنیم ببینیم چی جوری شد. همونطور که میبینید عکس نوار سرچ دقیقاً در همون جایی قرار گرفته که میخواستیم. حالا باید روی این عکس یک خونه برای نوشتن اسم شهرها ایجاد کنیم. برای این کار میتونیم از دستور اینتری استفاده کنیم. حالا در ورودی دستور اینتری باید بگیم این خونه‌ای که ایجاد کردیم در پنجره اصلیمون که روت هست قرار داره. بعد با پارامتر جاستیفای میگیم متنی که داخل این پنجره نوشته میشه وسط چین باشه. پهنای این خونه 17 واحد باشه. فونتش رو هم به صورت یک تاپل تعریف میکنیم که داخلش نام فونت، اندازه فونت و حالت فونت رو مشخص میکنیم. بعد با پارامتر BG رنگ پس زمینه این خونه رو مشخص میکنیم. رنگش رو میذاریم برابر با کد رنگ این عکسی که این بالا وارد کردیم و با پارامتر FG
رنگ متنی که داخل این خونه نوشته میشه رو هم میذاریم سفید. خب حالا موقعیت X و Y این خونه رو با متد place میذاریم 280 و 40 تا این خونه دقیقا روی این عکس قرار بگیره. خب بریم برنامه رو ران کنیم. همونطور که میبینید خونه‌ای که قرار اسم شهرها رو داخلش وارد کنیم دقیقا روی این عکس قرار گرفته و حالا میتونیم اسم شهر دلخواهمون رو اینطوری داخلش بنویسیم. فقط به نظرم خیلی بهتر و زیباتر میشه که این حاشیه‌ای که اطراف این خونه وجود داره پاک بشه. برای این کار اینجا یک پارامتر جدید وارد میکنیم به نام border و مقدارش رو میذاریم 0. حالا که برنامه رو ران کنم اون حاشیه دیگه وجود نداره. عالی شد. خب حالا وقت اینه که یک دکمه سرچ با آیکون ذره‌بین این کنار ایجاد کنیم. دوباره مثل دفعه قبل عکس این آیکون رو میخونیم، بعد در خط بعدی با کمک دستور باتن عکسی که در خط قبل خوندیم رو به یک دکمه در پنجره روت تبدیل میکنیم. حالا اول مشخص میکنیم که این دکمه حاشیه نداشته باشه، بعد با پارامتر کرسر میگیم وقتی موس رو روی این دکمه هاور میکنیم به شکل یک دست با کد 2 در بیاد. رنگ پس زمینه این دکمه رو میذاریم همون رنگ عکس پنجره سرچ و حالا باید برای این دکمه با پارامتر کامند یک دستور تعریف کنیم. یعنی این که بگیم وقتی روی دکمه زدیم دقیقاً چه اتفاقی باید بیفته. این دستور رو باید به صورت یک تابع تعریف کنیم. این تابع باید اطلاعات آب و هوایی شهری که وارد میشه رو برامون به دست بیاره. پس میام این بالا و یک تابع تعریف میکنم به نام get weather و فعلا چیزی در بدنه تابع نمی نویسم تا بعداً اون رو در انتهای پروژه تکمیل کنیم. حالا اینجا برای پارامتر کامند اسم همین تابع رو می نویسم تا وقتی که کاربر روی این دکمه زد تابع get weather و دستوراتی که داخلش بعداً وارد می کنیم اجرا بشه. در نهایت با متد place موقعیت دقیق این دکمه رو مشخص می کنیم. برنامه رو اجرا می کنم. همونطور که میبینید این کنار دکمه سرچ برامون ایجاد شده، ولی فعلا وقتی روش میزنیم اتفاقی نمیفته. خودتون دلیلش رو دیگه میدونید چون هنوز داخل تابع get weather چیزی ننوشتیم. خب امیدوارم تا اینجا از این آموزش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتین خواهش میکنم برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام تو کامنت ها بنویسید. و اگر هم به این سبک آموزش ها علاقه دارید یادتون نره در کانال سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض انتشار آموزش جدید مطلع بشید. خب حالا تو بخش بعد بقیه المان های گرافیکی رو به اپلیکیشنمون اضافه میکنیم. خب حالا میخوایم سایر المان‌های گرافیکی رو اضافه کنیم. بیایید با لوگوی اصلی اپلیکیشنمون شروع کنیم. دوباره مثل دفعه قبل اول عکس رو درون یک متغیر میخونیم. فایل عکسمون logo.png هست. بعد اون عکس رو به یک لیبل تبدیل میکنیم و بعد این لیبل رو با پک به صورت وسط چین بالای پنجره اصلی قرار میدیم. دقت کنید چون قبلا پنجره سرچ رو این بالا قرار داده بودیم لوگوی ما به صورت اتومات زیر این پنجره سرچ قرار میگیره. برنامه رو که ران کنم میبینید لوگو در جای مناسب قرار گرفته. خب حالا بیایید این باکس آبی رنگی که این پایین هست رو به اپلیکیشنمون اضافه کنیم. کدش دقیقا مثل حالت قبله. پس میام همین کدی که برای لوگو نوشتیم رو کپی میکنم و اسم جدید برای متغیرها میزنم و نام فایلی که باید بخونیم رو اینجا قرار میدم. نام فایل box.png هست که باید اون رو پایین صفحه قرار بدیم. پس اینجا می نویسم bottom و چون میخوام کمی از پایین پنجره فاصله داشته باشه عدد 10 رو برای پارامتر pad y قرار میدم. برنامه رو ران کنیم. ببینید باکس آبی در جای خودش قرار گرفته. خب حالا بیاید نام شهری که سرچ میکنیم رو اینجا قرار بدیم. برای این کار در پنجره اصلی روت یک لیبل درست میکنیم و فونت و رنگ فونت رو اینطوری مشخص میکنیم. بعد در نهایت جای این لیبل با مختصات X و Y رو روی پنجره اصلیمون مشخص میکنیم. دقت کنید اینجا برای این لیبل
هنوز اون تکست و متنی که باید نمایش بده رو مشخص نکردیم، چون اون متنی که روی این لیبل نمایش داده میشه نام شهری هست که کاربر وارد میکنه. پس بعدن که تابع get weather رو تکمیل میکنیم اسم شهری که این لیبل باید نمایش بده رو مشخص میکنیم. خب حالا به طور مشابه لیبل این نوشته لوکال تایم و ساعت محلی رو تعیین میکنیم. برای لوکال تایم همون کدها رو مینویسم و نام جدید برای متغیرها و مقادیر جدید برای رنگ و فونت این نوشته تعریف میکنم و دقیقاً همین کار رو برای لیبل ساعت محلی هم انجام میدم. مشابه حالت قبل که لیبل نام شهر رو مشخص کردیم، فعلا نوشته هایی که این لیبل ها باید نمایش بدن رو مشخص نمی کنم تا بعدن که کاربر روی دکمه سرچ زد و تابع get weather فعال شد نوشته های این دوتا لیبل هم ظاهر بشه. پس نوشته های این دوتا لیبل رو هم بعدن داخل تابع get weather مشخص می کنیم. خب حالا بیایید این تیترهایی که روی این باکس آبی رنگ مشخص شده رو بنویسیم. دوباره مثل قبل از کلاس لیبل و متد پلیس استفاده می کنیم. این بار چون نوشته این لیبل مشخصه با پارامتر تکست متن لیبل رو تعیین می کنم و رنگ نوشته و پس زمینه رو هم مشخص می کنم. خب برای 3 تا لیبل دیگه هم دقیقاً همین کد رو تکرار می کنم و مقادیر مخصوص خودشون رو قرار میدم. حالا برنامه رو ران می کنم. همونطور که میبینید تیترها در جای درست خودشون قرار گرفتن. خیلی عالی. خب حالا بریم دمای هوای شهر و وضعیت آب و هوایی رو مشخص کنیم. دوباره همون کدهای قبلی رو مینویسیم ولی اینجا دیگه مقدار تکست رو مشخص نمی کنیم و میذاریم بعداً در تابع get weather اون رو مقداردهی میکنیم تا وقتی کاربر روی دکمه سرچ زد اطلاعات دما و آب و هوا اون موقع نمایش داده بشه. خب حالا باید بیایم لیبل مربوط به سرعت باد، میزان رطوبت و وضعیت آب و هوا و میزان فشار هوا رو طراحی کنیم. اینم باز دقیقاً مثل حالت قبل هست. فقط این بار یک نوشته پیش‌فرض به صورت 3 نقطه براش میذاریم و بعد فونت و رنگ فونت رو به این صورت مشخص میکنیم و دقیقاً همین کد رو برای 3 تا لیبل دیگه هم تکرار میکنیم و فقط نام متغیرها و موقعیت X و Y رو عوض میکنیم. خب حالا که تمام این لیبل ها رو به این صورت وارد کردیم برنامه رو اجرا میکنیم. همونطور که میبینید المان های گرافیکی همه در جای خودشون قرار گرفتن. خب حالا تو بخش بعد با هم تابع get weather رو تکمیل میکنیم. همونطور که قبل تر دیدین اینجا وقتی اومدیم دکمه سرچ رو طراحی کردیم گفتیم وقتی کاربر روی دکمه سرچ زد تابع get weather اجرا بشه. خب حالا به نظر شما تابع get weather اولین کاری که باید انجام بده چیه؟ خب طبیعتاً وقتی کاربر روی دکمه سرچ میزنه این تابع باید بیاد اول اسم شهری که داخل پنجره تکست فیلد نوشته شده رو بخونه. پس برای اینکه اطلاعات لوکیشن رو به دست بیاریم نام شهر رو با متد get از تکست فیلد میخونیم. خب حالا برای اینکه بتونیم اطلاعات آب و هوایی این شهر رو به دست بیاریم نیاز داریم تا اول مختصات جغرافیایی دقیق این شهر رو به دست بیاریم. برای این کار باید اول یک شی از کلاس نامینیتیم به این صورت در یک متغیر تشکیل بدیم. دقت کنید که حتما پارامتر ورودی این کلاس رو که یوزر ایجنت هست باید برابر GeoPy exercises قرار بدین که باید اون رو با حرف ای بزرگ اینطوری بنویسید. بعد با کمک متد GeoCode میتونیم از این شیئی که ساختیم لوکیشن شهر رو به دست بیاریم. این لوکیشن شامل عرض و طول جغرافیایی هست که این طول و عرض جغرافیایی به صورت اتریبیوت یا همون مشخصه از طریق شیء لوکیشن قابل دسترسی هست. پس یک متغیر درست میکنم به نام لت و داخلش با کمک مشخصه لاتیتیود عرض جغرافیایی رو از شیء لوکیشن میخونم و مشابه همین طول جغرافیایی رو در متغیر lng ذخیره میکنم. خب حالا که طول و عرض جغرافیایی شهر رو به دست آوردیم باید ببینیم این مختصات مربوط به کدوم منطقه زمانی میشه. برای این کار باید اول یک شی از کلاس تایم زون فایندر بسازیم
و بعد از اون شی متد تایم زون ات رو برای اون مختصاتی که در آورده بودیم صدا بزنیم تا منطقه زمانی اون مختصات درون متغیر ریزالت قرار بگیره. برای اینکه ببینیم این منطقه زمانی چی هست، بیایید پرینتش کنیم و حالا بیایید برنامه رو اجرا کنیم. خب نام یک شهر دلخواه رو وارد میکنم، مثلا تهران، و دکمه سرچ رو میزنم. ببینید در خروجی منطقه زمانی رو به این صورت مشخص کرده. اول نام قاره رو نوشته و بعد با یک اسلش نام شهر رو نشون داده. خب حالا بیاید همین نام شهر رو بندازیم روی لیبل سیتی لیبل که طراحیش کرده بودیم. اگر یادتون باشه بهتون گفتم نوشته اون لیبل و خیلی از لیبل های دیگر رو قرار شد داخل همین تابع مقداردهی کنیم. خب برای اینکه نوشته لیبل رو اینجا مشخص کنم، اول اون لیبل رو می نویسم و بعد با کمک متد کانفیگ میگم متن اون لیبل رو بزن همین منطقه زمانی که داخل متغیر ریزالت قرار داره. برای اینکه فقط اسم شهر روی اون لیبل قرار بگیره و نام قاره قرار نگیره، میام ریزالت رو از محل اسلش که با هم دیدیم جدا میکنم و حالا دومین کلمه که اندیسش میشه 1 رو میخونم. این کلمه ای که الان خوندیم میشه همون نام شهر. خب حالا بریم برنامه رو دوباره اجرا کنیم. نام شهر رو وارد میکنم و سرچ رو که بزنم نام شهر روی اپلیکیشنمون نمایش داده شد. خب حالا اگر کاربر یک اسم اشتباه وارد کنه چی؟ مثلا بیاد تهران رو با چند تا آر وارد کنه. برنامه رو که اجرا کنم اینجا ارور میگیریم چون شهری با این اسم نداریم. خب حالا بیاید به جای اینکه اینطوری ارور بگیریم بیایم کاری کنیم تا یک پنجره گرافیکی باز بشه و به کاربر بگه این ورودی نامعتبره. برای این کار باید اول این خطایی که اینجا به وجود میاد رو با ساختار try و accept مدیریتش کنیم. پس کل این قسمت از کدها رو میذارم تو بخش try و یک بخش accept میسازم که اگر بخش try به خطا خورد بخش accept اجرا بشه و اون پیغام خطا که exception هست اول در یک متغیر به نام error ذخیره بشه که بتونم چاپش کنم تا در خروجی پیغام دقیقش رو ببینم و بعد از ماژول مسیج باکس که ابتدای برنامه اون رو وارد کرده بودیم دستور show error رو صدا میزنم تا یک پنجره گرافیکی با تیتر weather app و با پیغام invalid entry باز بشه. خب حالا بریم یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم و یک اسم اشتباه وارد کنیم. دکمه سرچ رو که بزنم ببینید یک پنجره گرافیکی باز میشه و میگه ورودی اشتباهه و در خروجی هم اون پیغام ارور خیلی تمیز و مرتب برامون چاپ میشه. خب حالا وقتشه که زمان محلی شهر رو به دست بیاریم. برای این کار باید اول منطقه زمانی که در ریزالت به دست آورده بودیم رو تبدیلش کنیم به جنس تایم زون از کتابخانه پایتیZ اینطوری. خب حالا میتونیم با متد now از کلاس date time زمان محلی این شهر رو به این صورت به دست بیاریم و در یک متغیر مثل local time ذخیره کنیم. این زمان محلی که در local time ذخیره کردیم یک متد داره به نام strftime که باهاش میتونیم زمان محلی رو با هر فرمتی که دلمون میخواد به صورت یک استرینگ در بیاریم. مثلا میگیم اول ساعت رو با شمارش 0 تا 12 نشون بده که باید اون رو با علامت درصد و حرف آی بزرگ مشخص کنیم و بعد از 2 نقطه عدد ماه رو نشون بدیم که نحوه فرمتش به این صورته و در نهایت با این فرمت که 1% و حرف پی کوچیک هست AM و PM زمان رو مشخص میکنیم. حالا این ساعت رو با کمک دستور کانفیگ روی لیبل کلاک میندازیم و همچنین نوشته لیبل تایم لیبل رو هم میذاریم لوکال تایم. خب حالا بریم برنامه رو اجرا کنیم ببینیم چی جوری شد. اسم شهر رو وارد میکنم و همونطور که میبینید زمان محلی به خوبی نمایش داده شده. خب حالا وقت اینه که اطلاعات آب و هوایی شهر رو به دست بیاریم. برای به دست آوردن این اطلاعات به یک API نیاز داریم که واسط بین اپلیکیشن ما و یک دیتابیس از اطلاعات آب و هوایی باشه. سایت openweathermap.org
یکی از سایت‌های مطرح هست که اطلاعات آب و هوایی شهرهای مختلف دنیا رو در اختیارمون قرار میده. وارد سایت که شدید، ابتدا باید یک حساب کاربری درست کنید و وارد حسابتون بشید. وارد حسابتون که شدید، از اینجا روی API کیز بزنید. اینجا براتون یک کلید API در نظر گرفته شده که باهاش میتونید به اطلاعات آب و هوایی که این سایت ارائه میده دسترسی داشته باشید. پس باید کپیش کنیم و بیایم داخل برنامه و اون رو به صورت یک استرینگ درون متغیری به نام API کی ذخیره کنیم. خب حالا باید لینک دسترسی به اطلاعات آب و هوایی رو پیدا کنیم که همون API هست. برمیگردیم داخل سایت و از نوار این بالا روی گزینه API میزنیم. بعد کمی میایم پایین، اینجا نوشته Current Weather Data که اطلاعات فعلی آب و هوا رو بهمون میده. روی گزینه API Doc بزنید. حالا اینجا میتونید لینک API رو ببینید. این لینک رو کپی کنید و داخل برنامه اون رو به صورت یک استرینگ درون متغیر API ذخیره کنید. به این استرینگ خوب نگاه کنید. درون این استرینگ باید مقدار طول و عرض جغرافیایی و همچنین کلید API قرار بگیره. تو دوره پایتون با هم اف استرینگ ها رو یاد گرفته بودیم. بهتون گفتم میتونید با کمک اف استرینگ ها داده های دلخواهتون رو درون استرینگ ها قرار بدین. پس اینجا میام یک اف قرار میدم تا این استرینگ به یک اف استرینگ تبدیل بشه و بعد مقدار طول و عرض جغرافیایی که ذخیره کرده بودیم رو اینجا می نویسیم و اینجا هم کلید API را قرار میدیم. حالا باید با کمک این لینک اطلاعات آب و هوا رو دریافت کنیم و اون رو به صورت یک دیتای جیسون ذخیره کنیم. برای این کار با کمک دستور get از کتابخانه requests اطلاعات آب و هوایی رو از این API دریافت میکنیم و با متد جیسون اون رو به فرمت دیتای جیسون در میاریم. شرایط کلی آب و هوا از این دیتای جیسون در بخش weather در اندیس شماره 0 و در بخش main قرار داره. توصیف وضعیت هوایی هم دقیقا مشابه حالت قبل هست، فقط اینجا باید بنویسیم در بخش description. دما رو به صورت یک عدد صحیح نمایش میدیم. پس از اینت استفاده میکنم و مقدارش رو از بخش main و تمپ میخونیم. چون دمایی که این سایت به ما میده به کلوین هست، اون رو منهای 273 ممیز 15 میکنیم تا به درجه سانتیگراد تبدیل بشه. و حالا در ادامه طبق کدهایی که میبینید فشار، رطوبت و سرعت باد رو به دست میاریم. خب حالا باید این اطلاعاتی که با کمک API استخراج کردیم رو روی اپلیکیشنمون نمایش بدیم. قبلا لیبل های مربوط به هر کدوم از این اطلاعات رو ساخته بودیم. یادتونه؟ بهتون گفتم وارد این تابع که بشیم نوشته های اون لیبل ها رو مشخص میکنیم که الان دقیقا وقتشه. اولین لیبلی که داشتیم لیبل دما بود که با متد کانفیگ نوشته اون رو برابر مقدار دمایی که خونده بودیم قرار میدیم و بعد میایم توی گوگل و سرچ میکنیم سنتیگراد سیمبل و اینجا این علامت درجه سانتیگراد رو کپی میکنیم. حالا اون رو اینجا کنار عدد دما قرار میدیم. دقت کنید برای اینکه بتونیم عدد دما رو با نماد درجه سانتیگراد نمایش بدیم از اف استرینگ استفاده کردیم. خب حالا در ادامه مشابه لیبل دما نوشته بقیه لیبل ها رو هم با متد کانفیگ مشخص کردیم. حالا برنامه‌مون آماده است، بریم که اجراش کنیم. نام شهر رو وارد میکنم، دکمه سرچ رو که بزنم اینجا میتونید کلیه اطلاعات آب و هوایی اون شهر رو ببینید. خب امیدوارم که از انجام این پروژه لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر این آموزش رو دوست داشتید خواهش میکنم برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. و اگر هم به این سبک ویدیوها علاقه دارید یادتون نره در کانال سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید مطلع بشید.